قهرمان تاجیک بر ضد قهرمان قزاق. درود دوستان، جنگ مشت لوچ بدون دستکش 3 январ در تاشکند در ازبکستان در هومو آرینا اسرار واژак اکبرخوجаев بر ضد айдос жапарбергенов. دوستان، اسرار اکبرخوجаев از تاجیکستان است ولی قهرمانی هاردکور اف سی هست، اوید به جنگ مشت لوچ و قهرمانی هاردکور باکسینگ هم هست در روسیه. айдос жапарбергенов باشد قهرمانی لیگ نامد با جنگ مشت لوچ است و روز 3 январ در ازبکستان در هومو آرینا اونا وا میخورند و اینجا میبینیم که کی بهترین است. دوستان، فکرتان را نویسید. من فکر میکنم که اگر اسرار اکبرخوجаев تمرین خوب بیند، تئوری خوب بیند، او حتما دست بالا میشود، چون که айдос жапарбергенов قهرمانی نامد است ولی او میتواند که خسته شود. من جنگ‌های او را تماشا کردم، اگر که مسابقه 5 راوند با 2 دقیقه دوام دهد، امان ورزشگر قزاق میتواند که خسته شود. و من جنگ‌های اسرار رو تماشا کردم، او امان کاردیوش خیلی خوب است، امان نفس کشیش خیلی خوب است که میتواند که 5 راوند آزاد جنگ کند و خسته نشود. برای همین اگر همین رو استفاده برد، اسرار میتواند که دست بالا شود روز 3 январ. دوستان، این خیلی مبارزه مهم است، چون که دو تا قهرمانی تاجیکستان و قهرمانی قزاقستان در ازبکستان وا میخورند 3 январ و فکر میکنم که بچه‌ها از تاجیکستان خیلی زیاد اونجا میروند و اسرار اکبرخوجаев رو دستگیری میکنند. این خیلی مهم است برای ورزشگری تاجیک و امیدواریم که اسرار اکبرخوجаев روز 3 январ بر ضد айдос жапарбергенов با قاعده مشت لوچ دست بالا می شود، چون که این از همون قاعده ورزشی خطرناکترین است. در اینجا ورزشگران میتونن دستاشو شکنند، بینی، دندون، چون که مشت لوچ است و برای این خیلی دیل و گرده در کار که تو برای در اونجا جنگ کنید. دوستان، فکرتون رو در این بابت نویسید. 3 январ رو انتظار شوید در تاشکند در هومو آرینا و انشالله که اسرار واژак اکبرخوجаев امیدواریم که دست بالا می شود. دوستان، در کانال مشت تاجیکی ابونه شوید و خدا یار و یاورتون باد.